أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدها وجعلوا عزة أهلها أذلة. خداوند می‌فرماید که زمانی که نیروهای طاغوتی اشغالگر ظالم بر یک سرزمین داخل میشن، فساد میارن اونجا و عزیزان و قوم ذلیل میسازن، این ملت ذلیل میسازن. چیزی که ما عملا بعد از حمله امریکا و افغانستان شاهد بودیم، قبل از اون هم در دوران تجاوز اتحاد شوروی دیدیم. با چنین حالتی زمانی که نیروهای آمریکایی و افغانستان تجاوز کردن، یک عده خیلی هم استقبال کردن از اینکه حالا دیگه دورانی رسیده که افغانستان و سوی ترقی و پیشرفت خواهد رفت و مشکلات افغانستان که ناشی از دوران جنگ طولانی بود از میان خواهد رفت. اما کنفرانس بن اول یا کنفرانس بن که ساخته شد، در اون کنفرانس ما دیدیم که چگونه از آغاز این حکومت پایه‌های قوم‌گرایی را در تقسیم قدرت اینا گذاشته و تا به امروز به اینجا رسیدیم. اگرچه جناب خواصی گفتن که این جنگ انتقام نبود، اما به هر حال آمریکایی‌ها در پهلوی که جنگ صلیبی را برای انداختن در سطح کلانش، اما در مورد افغانستان کلین پاول وزیر خارجه آمریکا در سالهای 2001 تا 2005 و صراحت گفت که جنگ افغانستان برای ما جنگ انتقام بود، به خاطر که ما خواستیم انتقام 11 سپتامبر از کسانی که به القاعده پناه برده بودن بودیم. در این رابطه البته دلیل‌های بسیار وجود دارد، اما در مجموع آنچه که جناب خواصی گفتن تقریبا چیزی است که در بین تمام مسلمانان روش اتفاق وجود دارد، به خاطر که اگر افغانستان جنگ انتقام بود، پس در کشورهای مثل عراق، سوریه، کشورهای دیگه تا لیبی اینجا این چی بود و چرا این سلسله ادامه پیدا کرد؟ پس معلوم میشه که واقعا جنگ صلیبی جدید بر علیه مسلمانان برای افتاد و هنوز هم ادامه دارد. قدیمی ترین شهرهای جهان اسلام با خاک یکسان شد. بغداد، حلب. وقتی سعدی در مورد زوال بغداد در زمان حمله مغول‌ها گفته بود و او را ما یک بار دیگه در دوران حمله امریکا دیدیم. یک نویسنده میگه که ما با یک خانم عرب قصیده از سعدی را در مورد زوال بغداد خواندم و او برای من گفت که این چیزی را که تو ترجمه کردی برای من در حقیقت حالت فعلی است که ما می‌بینیم. یعنی همین حالتی که امروز ما در عراق شاهد هستیم، مثل این که 700 سال پیش هم همین عین واقعه اتفاق افتاده. ما با چنین مصیبت مواجه هستیم. در کشور خود ما متاسفانه آمریکایی‌ها دست بر کارهای زدن از ابتدا که زمانی که آمدن که هدفشان این نبود که افغانستان و پیشرفت و بیرون رفت از این مصیبت‌هایی که ناشی از جنگ بود نمی‌بود، بلکه اهداف دیگری را در افغانستان دنبال می‌کردند. شما دیدید که یکی از مشکلاتی که حتی رئیس جمهور وقت افغانستان آقای کرزی با آمریکایی‌ها پیدا کرد سر مسئله کشتار غیر نظامیان، در حالی که آقای کرزی توسط خود آمریکایی‌ها به قدرت رسیده بود، اما زمانی رسید که او گفت که یکی در مورد کشتار غیر نظامیان و دیگر در مورد مداخله‌ای که آمریکایی‌ها در کار حکومتداری می‌کردن سر و صداش بلند شد.
در مورد همین حکومت فعلی که هست، شما اگر کتاب‌هایی که در رابطه نوشته شده، مثلا کتاب آقای اسپنتا هم در این رابطه اشاره کردن، ما می‌بینیم که برنامه از سال 2000 پیش از سال 2009 برای به قدرت رساندن آقای اشرف غنی در افغانستان روی دست گرفته شده بود و آقای هالبروک که خودش یهود بود، حامی سرسخت آقای اشرف غنی بود که به قدرت رسید. دولت تلاشی را داشت که رئیس اجرایی شود و بعد از اون بعد از سال 2014 برنامه و تقلب وسیع کشور گرفت و قدرت رسید. بنابراین هر چی که ما در این کشور دیدیم، این بیشتر از این که ما بگوییم که خود ما در این نقش داشتیم، بیشتر این نقش آمریکایی‌ها داشتن. و جالبی است که بعضی ها هم زمانی که قرارداد امنیتی با آمریکا امضا می‌شد بسیار خوشحال بودن و گفتن بعد از امضای قرارداد امنیتی مشکل افغانستان حل بشه. ما عملاً دیدیم که چی شد. بنابراین ما هم در پایان فقط به این نکته اشاره می‌کنیم که راهی جز تفاهم بین الافغانی وجود نداره برای ما افغان‌ها. ما تجربه خود ما حتی میتونه برای دیگرها یک سرمشق باشه که هیچ کشور خارجی نمیایه و ما را کشور ما را آباد نمیسازه. بعضی اشاره میکردن و دوران بعد از جنگ جهانی دوم پلان مارشال که با کمک امریکا کشورهای 7-8 کشور اروپایی که ویران شده بودن در مدت کوتاهی آباد شدن دوباره و این را میگفتن که یک مثال بسیار غیر مربوط از مسئله افغانستان. و شما دیدید که در سال 2014 امریکایی‌ها گفتن که میزان کمکی که ما به افغانستان در طول این مدت کردیم در طول 13 سال بیشتر از کمکی بود که در پلان مارشال شد و 7 کشور اروپایی دوباره احیا شد، اقتصاد شد. در افغانستان چنین چیزی اتفاق نیفتاد. به خاطر که خود ما افغان‌ها اراده نداشتیم در این رابطه، بین خود ما اختلاف وجود داشت و حالا هم این اختلافات به شکل اختلافات قومی ما می‌بینیم که دیده میشه. کوشش این است که اختلافی را که تقلبی را که در انتخابات هم صورت گرفته به شکل یک اختلاف قومی بیارن و یک مصیبت دیگری برای افغانستان به وجود بیارن و افغانستان رو برن به طرف یک بحران. بنابراین راهی جز تفاهم بین الافغانی وجود نداره و وحدت میان خود ما افغان‌ها. تا زمانی که ما اینطور فکر کنیم که ما پشتون هستیم، ما تاجیک هستیم، ما ازبک و هزاره هستیم، هرگز به جایی نخواهیم رسید. یگانه راه همین است که به حبل‌الله چنگ بزنیم و کتاب خدا. غیر از این دیگر راهی وجود نداره و ما دیگر نباید امیدی را داشته باشیم که کشورهای خارجی مشکل ما را حل کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.